سرنوشت‌های پرماجرای بازیگران سریال نوستالژیک زیر آسمان شهر. 24 سال از پخش نخستین قسمت‌های مجموعه تلویزیونی محبوب زیر آسمان شهر میگذره. اثری که تو دهه 80 خورشیدی خاطرات شیرینی رو برای میلیون‌ها بیننده ایرانی رقم زد. این سریال طنز اجتماعی محصول همکاری خلاقانه مهران غفوریان در مقام کارگردان و رضا عطاران به عنوان نویسنده بود و در طول 258 قسمت از شبکه 3 سیما روی آنتن رفت. امروز و در ایام بازپخش این مجموعه از شبکه آی فیلم نگاهی میندازیم به سرنوشت بازیگرانی که روزی چهره‌های محبوب صفحه جادویی بودند. سرنوشتی که برای برخی با تلخی و برای برخی دیگه با تغییر مسیرهای غیرمنتظره همراه بوده. کیومرث ملک مطیعی، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما، زاده دی‌ماه 1315 در بندر انزلی. او با نقش ماندگار غلام شیشلولبند تو این سریال در ذهن مخاطبان جاودانه شد. او بهار 1389 و در سن 73 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. ملکه رنجبر، زاده شهریور 1317 در رشت، همبازی وفادار ملک مطیعی در نقش مهتاج فرامرزی. او چند سال پیش در اسفند 98 و در آستانه 81 سالگی پس از دورانی مبارزه با بیماری از دنیا رفت و در کنار همسرش در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. غیبت این دو چهره محبوب ضایعه‌ای جبران ناپذیر برای جامعه هنری ایران بود. کامران ملک مطیعی، زاده سال 1342، پسر مرحوم کیومرث ملک مطیعی که بازیگر نقش مهرتاج سرایدار تو این سریال بود. نمونه ای از جدایی های اجباری بود. او در میانه تولید سریال به دلیل موضوعی نامشخص ممنوع التصویر شد و نقشش از داستان حذف گردید. 3 سال بعد ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و حتی نتونست در مراسم تشییع پدرش حاضر شود. اکنون در 62 سالگی او زندگی دور از دوربین‌ها و در غربت را سپری می‌کنه. برزو ارجمند، زاده 1354 در مشهد. او که نقش وحید شیری رو در فصل 1 و 2 این سریال بر عهده داشت، پس از حوادث سال 1401 به جمع معترضان ایرانی در خارج از کشور پیوست و با مهاجرت عملاً از حرفه بازیگری فاصله گرفت. پرستو صالحی، زاده آبان 1356، بازیگر نقش بهناز پیرپکاجکی، خواهر بهروز خالیبند. او در سال 1400 به ترکیه مهاجرت کرد و تو حوزه تبلیغات و اجرای برنامه‌های تلویزیونی فارسی زبان مشغول به کار شد. در حال حاضر مجری برنامه عشق ابدی است. ساناز سماواتی زاده، زاده فروردین 1350 در شهر تهران که نقش شبنم رو در فصل 3 این سریال بر عهده داشت. او هم بازیگر زیاد پرکاری نبود و سالیان زیادی میشه که دیگه نقش آفرینی نکرده. معصومه کریمی، زاده آذر 1353. او در این سریال نقش سارا ضیغمی، همسر بهروز خالیبند را اجرا میکرد و پس از پایان فصل اول از این سریال کنار گذاشته شد و تو فصلهای بعدی عنوان شد که همسر بهروز فوت کرده. او که اکنون 51 سال داره، نزدیک به 1 دهه است که هیچ حضور سینمایی
یا تلویزیونی نداشته. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده، ویدیو ما را لایک کنید و تا انتهای ویدیو همراه ما باشین. آرام جعفری، زاده بهمن 1359، اجرای نقش فریده رو در این سریال بر عهده داشت که با همین سریال هم به اوج شهرت رسید. پس از فصل اول غایب شد و در سالهای اخیر تقریبا از عرصه بازیگری محو شده. این بازیگر با بابک انصاری که تو سریال پرواز در حباب نقش برادرش رو داشت ازدواج کرده. شیوا بلوریان، زاده مهر ماه 1358، او در فصل سوم این سریال نقش افسر را بر عهده داشت. او از جمله بازیگرانی است که سالهاست در هیچ پروژه‌ای دیده نشده و به نظر میرسه بازیگری را کاملا کنار گذاشته. شراره درشتی، متولد اردیبهشت 1354، بازیگر نقش نازنین که همسر مرحوم رضا ژیان در فصل سوم بود. در سال 1398 از طریق شبکه‌های اجتماعی خبر ابتلای خود به سرطان را منتشر کرد. او که اکنون در سوئیس زندگی میکنه و به گفته نزدیکانش همچنان با این بیماری دست و پنجه نرم میکنه. رضا ژیان، زاده 20 شهریور 1320 در زنجان. رضا ژیان در فصل سوم این سریال نقش عزت را بر عهده داشت. او در زمستان 1381 و در حین فیلمبرداری فصل سوم بر اثر ایست قلبی درگذشت. آرش میراحمدی، زاده 4 تیر 1350 در فراشبند استان فارس، بازیگر نقش راوی در فصل سوم این سریال. متاسفانه در شهریور 1402 پس از یک دوره مبارزه با سرطان لوزالمعده در 52 سالگی درگذشت. او بیشتر در ژانر طنز فعالیت داشت. فقدان او برای دوستدارانش بسیار سنگین بود. رامین پرچمی، زاده 27 شهریور 1352 در گیلان، شاید هیچ یک از بازیگران این سریال به اندازه رامین پرچمی که نقش پژمان تابنده را بر عهده داشت تجربه زندگی پرحادثه و پرفراز و نشیب و نداشته باشه. او که برخلاف ظاهر آرامبخش نقش آفرینی‌هاش در زندگی شخصی با حوادث قضایی و مالی متعددی روبرو شده. دوبار برای مدت‌های طولانی روانه زندان شده. یک بار در سال 1389 به اتهام مشارکت در اعتراضات و بار دیگه بین سالهای 1397 تا 1400 به دلیل مشکلات مالی. او اکنون و پس از سالها با بازی در سریال محکوم به شبکه نمایش خانگی بازگشته. اما نکته قابل توجه اینه که تنها 4 بازیگر در هر 3 فصل این سریال حضور ثابت داشتند. مهران غفوریان در نقش بهروز پیرپکاجکی، حمید لولایی در نقش خشایار مصطفی، کیومرث ملک مطیعی در نقش غلام شیشلولبند، ملکه رنجبر در نقش مهتاج فرامرزی، نقش فولاد پسر خشایار در فصل اول توسط یوسف تیموری و در فصل دوم توسط مجید صالحی بازی شده. فصل 4 زیر آسمان شهر سالهاست در حاله از ابهام قرار داره. گفته میشه پس از فوت ملکه رنجبر ساخت آن متوقف شده، اما اخیراً مهران غفوریان از قصد خودش برای ساخت این فصل با نویسندگی رضا عطاران خبر داده. این خبر امید را در دل هواداران این مجموعه نوستالژیک زنده کرده.
سریال زیر آسمان شهر بی تردید یکی از اثرگذارترین و پرمخاطبترین سریال های تاریخ تلویزیون ایرانه که نه تنها طنز بلکه تصویری از زندگی و روابط اجتماعی زمانه خود را به نمایش گذاشت. یاد و خاطره بازیگران درگذشته این سریال را گرامی می‌داریم و برای بازماندگانش آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. نظر شما چیه؟ کدام شخصیت و بازیگر این سریال برای شما ماندگارتر بود؟ به نظر شما کدام فصل از نظر محتوا و اجرا موفقتر بود؟ نظراتتون رو برامون کامنت کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید تا حواشی دیگر هنرمندان را از دست ندین.